حالی کاری میکنم پادشاه مصر پیش ده محمد عبدهو در آمده بوده است، حیراتش میکنه پادشاه مصر میدراکی در پیش پادشاه هم پاپ یهودی ها شتیگ است و هم پاپ مسیحی ها هر سشت. این کسان میدرا حیران میشه چیکار باشه میشینه با پادشاه مصر حکومتی مصر راهبرش محمد عبدهو رو میگه امام میگه من این رو نماینده یهودی ها، این نماینده مسیحی ها، شما نماینده مسلمان ها، من میخوام شما اثبات کنه که کدام شما بهشتی هستی کدام شما جنت میره. خوب این محمد عبدهو امام میگه که خوب سردار من یهودی ها کس قبض زنن، این دینشان دین پیشتر است، کتابشان کتاب پیشتر است، قدیمتر است گویا که اونا نمیگوین، اول میگه شما گوی. خوب با این کسی میگه ما مسلمان ها گفته است عقیده من همین است اگر یهودی ها بهشتی باشن ما مسلمان ها حتما بهشتیم، زیرا ما با پیغمبر اینا باور داریم، به کتاب اینها باور داریم، ما بهشتیم، ما البته همراه اینها بهشتی هستیم. اگر مسیحی ها بهشتی باشن بهشت روند ما هم حتما بهشتی هستیم، زیرا ما به عیسی هم ایمان داریم، به بیبلش هم انجیل هم عیسی ایمان داریم. اگر ما مسلمان ها بهشتی باشیم ما که انشاءالله بهشتی هستیم، بهشت از آن ماست، اینا هر دوش گفته اینا بهشت نمیدراین، زیرا که نه این به کتاب ما ایمان داره و پیغمبر ما نه اینش ایمان داره بهشت نمیدراین. برای یک رکن ایمان عزیزان ما ایمان آوردن به همه کتاب هاست، اینا فراموش میشه.